اگه تو به حالا ساخت سایت فکر کردی یا دوست داشتی که بدونی صفحه وب چجوری درست میشه، اولین قدم و اولین گام اینه که HTML رو یاد بگیری. در واقع HTML یه زبان نشانه گذاریه توی صفحات وب که ما میتونیم باش کلا ساختار هستی سایت رو باش بسازیم. تقریبا اگه بخوام بگم میشه مثل یک ساختمونی در نظر بگیری که HTML میشه اون اسکلت ساختمون که بعدها با CSS و جاوا اسکریپت شما میتونید تدوینش بکنید یا مثلا هوشمندسازش بکنید. معمولا با HTML کارهایی که ما به طور کلی میتونیم انجام بدیم ساخت تیتر است، پاراگراف، لینک هایی که ما میتونیم بدیم، عکس بذاریم و کلی چیزهای دیگه که ما میتونیم توی صفحات وب ازشون استفاده بکنیم. یه چیزی بگم، یادگیری HTML راحت زبان نشانگذاری و واقعا راحت و سریع میتونی باهاش کار کنی و یادش بگیری. حالا ما برای شروع کار، برای اینکه بدونیم کلا ساختار HTML چیه، یک کد ساده اینجا آوردیم که شامل تگ داک تایپ HTML هست که این تگ یک نشانه ای از سند HTML. خود تگ HTML که اینجا الان میبینید که تگی که باز و بسته شده کل محتواهای HTML رو نشون میده. این تگ هد ما دقیقاً اطلاعات پشت صحنه است که حالا معمولا عنوانهای اون صحنه رو میذارن اینجا و بیشتر پشت کار هست. اما تگ بادی تگیه که همه چیز رو کاربر تو این تگ بادی میبینه، یعنی تمام چیزهایی که شما توی سایت ها میبینید بیشترشون همه اینا توی تگ بادی هست و شما موقع طراحی سایت تگ توی بخش بادی تغییرات رو اعمال میکنید.